زنی ثروتمندی خودش رو به شکل یک گدا درآورده بود تا مردی رو پیدا کنه که او رو فقط به خاطر پولش نخواد. بعد از 3 روز هنوز نتونسته بود کسی رو پیدا کنه که به اندازه کافی خوب باشه. درست زمانی که می‌خواست تسلیم شه، جوونی که تازه از سر کار برمیگشت او رو دید و دلش با حالش سوخت و $10 به او داد. اما زن گفت: صبر کن، $10 شاید کافی نباشه، میتونی $100 به من بدی؟ مرد با تعجب گفت: چی؟ $100؟ این همه پولو برای چی می‌خوای؟ زن پاسخ داد: چند روز غذای درست حسابی نخوردم. میخوام کمی گوشت بخرم و مقداری هم برای کرایه راه برگشت نگه دارم. مرد گفت: باشه، صبر کن. زن ادامه داد: الان یه چک $5 میلیون از گروه دریم دارم. من هیچ وقت کمک دیگران رو مجانی قبول نمی‌کنم. میتونی مستقیم اون رو به بخش مالی ببری و نقدش کنی. مرد خندید: چک $5 میلیون از گروه دریم؟ این دیگه خیلی اغراق‌گراییه. زن گفت: چک واقعیه، چرا فکر می‌کنی دروغ میگم؟ مرد پاسخ داد: برادرم در گروه دریم کار میکنه. فقط رئیس هیئت مدیره اجازه داره از حساب گروه دریم چک صادر کنه. بعد برداشت نکن. ولی توی گدایی چطور ممکنه چنین چکی داشته باشی؟ زن گفت: باشه، چون حرفمو باور نمیکنی چیز دیگه‌ای لازم داری. همین رو به عنوان جبران کمکت در نظر بگیر. مرد گفت: چیز دیگه‌ای؟ راستش تولد 60 سالگی مادرم نزدیکه. در همین لحظه تلفنش زنگ خورد. سلام مامان. مادرش گفت: باید یه دوست دختر با خودت به خونه بیاری تا دهان فامیلو ببندی. فهمیدی؟ مرد گفت: میدونم، اما از کجا باید یکی پیدا کنم؟ هنوز حرفش تموم نشده بود که تماس قطع شد. سپس رو به زن کرد و گفت: فهمیدم. نظرت چیه چند روز دوست دختر موقت من باشی؟ زن با تعجب گفت: دوست دختر موقت؟ مرد توضیح داد: مامانم خیلی برای ازدواج به من فشار میاره. میخواد برای تولدش یه دوست دختر با خودم ببرم، اما من حتی تا حالا قرار عاشقانه هم نداشتم. از کجا باید یکی پیدا کنم؟ راستش لباسایت خیلی نامرتبه، ولی چهره‌ایت بد نیست. اگه کمی سر و وضعتو مرتب کنیم کاملا مناسب به نظر میرسی. پس قبول میکنی؟ زن پرسید: اگر قبول کنم چه میشه؟ مرد گفت: بهت دستمزد میدم. زن پرسید: بهم پول میدی؟ مرد جواب داد: بله، اگر قبول کنی بهت حقوق میدم. بیایید مثل دستمزد کار ساختمانی حساب کنیم. روزی $200. برای یه هفته میشه $1400. البته چون تعطیلات و تولد مادرم هم هست گرد میکنم و $2000 بهت میدم. نظرت چیه؟ زن گفت: وقتی اینطور میگی معامله بعدی به نظر نمیرسه. مرد گفت: البته که نیست. خیلی بهتر از اجراح جابجا کردنه. با من بیا خونه، خوب غذا بخور، خوب استراحت کن، حسابی به نفعته. زن گفت: فکر کنم واقعا نمیتونم ردش کنم. مرد گفت: پس قبول شد. فردا تولد 60 سالگی مادرمه. اول میبرمت لباس بخری و ظاهرتو مرتب کنیم، بعدم هدیه تهیه میکنیم. همین کافیه. بعد از اینکه زن لباسهای جدید پوشید، مرد با تسهین گفت: وای، واقعا خیلی زیبا شدی. فوق‌العاده زیبایی. زن با لبخند گفت: پس میتونم یه بوسه بگیرم؟ مرد سریع جواب داد: مزخرف نگو، ما فقط داریم نقش بازی میکنیم. زن پرسید: یعنی این رابطه ساختگی نمیتونه واقعی بشه؟ مرد گفت: نه، نمیتونه. زنی که من دوست دارم مثل یه اله هست، مثل رئیس هیئت مدیره گروه دریم. اون در 18 سالگی وارد بهترین دانشگاه شد، در 22 سالگی شرکت خودروسازی تأسیس کرد و در 25 سالگی اون رو به بورس برد. همه دنیا اون رو ملکه صنعت خودرو مینامند. اون تنها عشق واقعی قلب منه. زن در دلش فکر کرد: پس اون در واقع طرفدار مخفی منه. جالب شد. مرد ادامه داد: پس فقط به نقش بازی کردن ادامه میدیم تا وقتی که بهم دل نبندی. زن گفت: باشه، حداقل اجازه بده دستتو بگیرم. مرد گفت: نه، بهتره برم برای مادرم هدیه بخرم. بالاخره تولد اوه و نمیتونی دست خالی بری. زن با خودش فکر کرد: این مرد ساده و صادق واقعا داره قلبمو به تپش‌هار میاندازه. سپس مخفیانه دستور داد: یک هدیه تولد به ارزش $5 میلیون آماده کنید و فردا اون رو به خانواده شیا در روستای شیا به نام گروه دریم تحویل بدید. روز بعد مرد گفت: وقتی مادرمو دیدی یادت باشه مهربان باشی و هرگز نگو که گدایی. فقط بگو پدرت صاحب یه شرکته و خودت هم تازه کسب و کارتو راه انداختی. درآمد سالیانت هم چند صد هزار دلاره. زن پرسید: این دروغ گفتن نیست؟ مرد گفت: اشکالی نداره. بعد از تعطیلات که از هم جدا میشیم کسی هم نمیتونه حقیقتو بررسی کنه. مادرم خیلی به آبرو اهمیت میده. فقط برای خوشحال کردن اوه. سپس $10,000 به زن داد و گفت: اینو به مادرم بده. زن با تعجب گفت: فقط $10,000؟ من قرار عروس خانواده شیا باشم و این اولین باره که به خونه مادرم میام و همون برای جشن 60 سالگیش. فقط $10,000؟ در همین لحظه زن دیگه گفت: من فقط دخترخوانده خانواده هستم و $50,000 هدیه دادم. اگر توانایی عروس بودن برای خانواده شیا رو نداری، بهتر خودت کنار بری. زن ثروتمند پاسخ داد: تو فقط $50,000 هدیه دادی. چه چیزی به تو حق میده اینقدر مغرور باشی؟ من از قبل یک هدیه $1 میلیون آماده کردم که در راهه.
همه با ناباوری گفتن چی گفتی؟ هدیه 1 میلیون دلاری؟ واقعا از این همه دروغ گفتن خسته نمیشی؟ اصلا میدونی 1 میلیون دلار چقدر پوله؟ یکی دیگه گفت دقیقاً دهانتو باز میکنی و فقط دروغهای بزرگ میگی. حتی توان خرید ماشین هم نداری و با 3 چرخه اینجا اومدی. آن وقت ادعا میکنی هدیه 1 میلیون دلاری آوردی.